پیر و جوان زن و مرد باید از این معجون استفاده کنن اگه میخوان استخواناتون مثل فولاد بشه. الزت معجون رو بگیر. معجون هیچ جای ایران به این غلیظی به این سفتی پیدا نمی‌کنی. چه معجونی شد ناموسن. معجون اصلش اصل طبیعیه. با بدن چیکار میکنه؟ اگه بلغم داشته باشی برطرف میکنه. پا درد و کمر درد داشته باشی برطرف میکنه. شکم و پهلو داری میخوای چربیاش آب بشه برطرف میکنه. کبد چرب داری برطرفش میکنه. این سیستم ایمنی بدن تو بالا میبره. جلوگیری میکنه از سرماخوردگی و این صحبت. خیلی هم خوشمزه است. از طعمش نگم براتون، عالیه، خیلی خوشمزه است. خیلی پشت گلوم بوده. وقتی میخورم بدنم قشنگ حسابی گرم میشه. یعنی این معجون پادشاهانو مرده بخوره زنده میشه. یه هفته است میخورم سردی معده‌مو کامل از بین برده. روزای اول باورش نمی‌کردم ولی 3 روز اول تاثیرش رو دیدم. انرژیم برگشته و انگار باتریمو واقعا شارژ کرده. بلغممو گرفته و دیگه احساس خستگی و کوفتگی هم نمی کنم. من مشکل سرد مجازی و بیحالی داشتم که الان خدا رو شکر برطرف شده. هم مزه خوبی داره و مشکل معده‌ای که داشتم برطرف کرده. معجون پادشاهان برای کسانی که یبوست، تنبلی تخمدان و اینکه مشکلات عضلانی، چاقی‌های شکم و پهلویی دارن، عزیزانی که ناباروری دارن و حتما یک دوره از معجون پادشاهان تهیه کنن و استفاده کنن. گردش خون رو تو بدنتون خیلی روتین میکنه. این معجون پادشاهانه، من خوردم راضیم. من پیجشو براتون میذارم، تهیه کنید، براتون ارسال میکنن.